ما زمان جنگ آدمی داشتیم که اونجا تو کویت 50 دهن مغازه داشت. یه حاج باقری بود، بچه‌اش کار می‌کرد. اصالتا ایرانی بود. ما یه موقع می‌خواستیم لباس قواسی و اینا بخریم، ولی عملیات به ایران نمی‌فروخت. یکی گفت من یه آشنا تو کویت دارم میگم برامون می‌خره. ما 2000 دست لباس قواسی می‌خوایم اینا. گفت چی سایز اینا مدل بده برای گرفت و خرید از آلمان. گفت چیکار کنم؟ خریدم. گفتم بفرست به ایران. ریخت تو لنج آورد ایران، گفت پولش هم نمی‌خواد. من وظیفه‌ام کمک. بعد گفتن خب این خوبه دوباره سفارش دادن، هی سفارش دادن، هی موتور قایق می‌خوایم، چی می‌خوایم. من همینجوری دونه دونه مغازه‌هاشو فروخت. 20 تا 25 تا مغازه‌هاشو فروخت و خرج کرد. دو وظیفه. دولت کویت ما چون تو تیم صدام بود، من گفت کمک می‌کنه به ایرانی‌ها. اون بقیه مغازه‌هاش هم گرفت مصادره شد فقیر، هیچ چیزی نه. بعدم گفت آقا همین امروز خودت زن و بچت باید پاشید برید برو هم پیش ایرانیایی که رفیقشون اینا پا برهنه و بدون لباس اومدن، حکومت هیچی نداشت بیان. و دیگه یه نفر اومد و این قوم براشون یه زیرزمین خیلی متروکه در پیتی اجاره کرده و رفتن اونجا و دو تا پسرا و بابای بلند شدن رفتن جبهه. گفتن حالا پول نداریم، جاهدوا به انفسهم که داریم. اینا پاشدن رفتن جبهه و بچه‌ها شهید شد. خود بابا هم جانباز شیمیایی شد. جنگ تموم. دیگه این خانم وقتی شوهرش زنده بود، همین شوهری که پدری بود و جانباز شیمیایی چند سال بودن همین زیر زمین ترتیب و قوم خیلی خونه یه مستضعفی. اینا اولا اصلا و ابدا سراغ بنیاد شهید و این کار اصلا نرفت. کسی یه بار رفت پیش این بنده خدا و گفت که دیدم داره گریه میکنه. گفتن چته؟ به خاطر بچه‌هات اینا ناراحتی، به خاطر اینکه این همه پول تو خودت 50 تا مغازه داشتی بازار کویت بعد وضع چی ناراحت؟ گفت من نمیدونم چی کار کردم، خدا دو تا بچه‌مو قبول کرد، بچه‌ام از من جلو افتادن، من قبطه به بچه‌هام میخورم، من عقب افتادم از بچه‌ها، خدا چرا منو قبول نکرد؟ و حاج باقر اینجوری حاضر آواز شیمیایی رفتش بچه‌هاش هیچی هم نخواسته بود، تو وظیفه‌مه. من هر موقع این آیه جاهدوا به اموالهم و انفسهم رو میشنوم یاد این حاج باقر میفتم.